سهراب عادلیان در ضمن همین صحبتش گفته است که ابو حنیفه گفته است در مجلس درس امام مالک نشسته بود، آموخته بود، علم گرفته بود. ما چرا نگیریم گفته است. این با یک تهمت و دروغ نوع دیگر. امام اعظم رحمه الله هیچگاه به امام مالک شاگرد نشدند. این که پس کجا میگوید؟ در کجا گفته شده است که امام اعظم به امام مالک شاگرد بودند، علم آموخته بودند؟ این یک گپ بی اساس است. این نیز یکی از واسطه های پست کردن شأن حضرت امام اعظم رحمه الله است. این گپ از کجاست؟ هرگز امام اعظم رحمه الله به امام مالک شاگردی نکردند، از امام مالک نآموختند. این تهمت محض است. حضرت امام اعظم رحمه الله تابعین بودند. امام مالک تبع تابعین بودند. هم جهتی تابعین تبع تابعین بودند به امام اعظم بالا میستند، هم در علم و فقه و این دیگر چیزها بالا میستند، افضلیت دارند. ابو حلیمه تکفیریش برآمده گفت که ابو حنیفه تابعین نبود، تبع تابعین بود، گفته بیادابی کند. این عادلیانش برآمده گفت که ابو حنیفه شاگردی مالک بود. این بیادابی ها به نزد خدا چی جواب میتید؟ ابو حنیفه از امام مالک علم آموخت، چرا ما نآموزیم؟ این دروغ نگو، دروغ است. امام ابو حنیفه از امام مالک هیچی نآموختند، اقران بودند، بلکه بالای و بزرگ بودند. همون تکفیری وهابی دیگرش به که ما رد کرده بودیم که حضرت امام تابعین بودند، جوابش به چی گفته است؟ خیلی تابعی بودند، تبع تابعین بودند، چی فرق دارد؟ تابعین هم بزرگ است، تبع تابعین هم، فرقش چی گفته است؟ آخه فرقش کلان است. نسبت تابعین ها آیت کریمه نازل شدگی. استعیذ بالله والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. سابقین اولین پروردگار اینجا بشارت داده است و دوامش گفته است که آنهایی که تابع همین ها شدند، یعنی تابعین بعد از صحابه ها در ضمن همین آیت کریمه داخل شدند. بشارت این پروردگار، رضوان پروردگار به بعد صحابه ها تابعین می ایستند. بعد چه خیلی حضرت امام که تابعین هستند بی شبهه از این درجه پس میفرارید، تبع تابعین میگردانی و بعد میگی فرقش چی؟ انا فهم و عقل بوده شدهش همین قصد که تابعین و تبع تابعین سرفهم نمیرد. یک مقام و مرتبه که خداوند نصیبی یک شخص کرده است، آن را از آن پس میفراری. امام اعظم رحمه الله بزرگترین 4 امام بودند، هم به سن و سال و هم به مقام تابعیت، هم به علم و فقه و این چیزها. امام مالک بعد امام اعظم میستند. چه خیلی کرده میگیری و امام اعظم از امام مالک پایا میفرایی میگویی که شاگرد بودند.